سلام به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امیر بی‌پروا هستم، مدرس دوره طراحی داخلی پکیج مستر دیزاینر. تو این ویدیو میخوام که با نحوه تدریس آشنا بشید و قسمتی از آموزش ها رو برای شما قرار بدم تا ببینید روند آموزش ها به چه شکل است. خب این صفحه سایت هست، میبینید که سرفصل، حالا ویدیو توضیحاتش هست، سرفصلاش هم هست. بخش اول رو ما گذاشتیم تئوری، چون طراحی داخلی قوانین خیلی زیادی داره که حتما باید این 11 فصل اول رو کامل بلد باشیم. و بخش دوم و سوم بخش نرم افزاری است که حالا آموزش های ابتدایی نرم افزار و این پروژه هایی که ببینید اینجا قرار دادیم. این پروژه اول پکیج هست، این پروژه دوم هست طراحی، میبینید اتاق خواب داره، کمد داره، قسمت های مختلف. این پروژه سوممون هست و این هم پروژه چهارم. خب الان برای نمونه آموزش میخوام برای شما تدریس کنم. ابتدا میریم توی فصل پنجم به عنوان نمونه دیوار تلویزیون. خب من باز میکنم فصل پنجم رو، میبینید که عنوانش دیوار تلویزیون هست و میرم جلوتر میبینید که ضوابطی رو که نوشتم که خیلی هاش واقعا هیچ جایی پیدا نمیکنه، به صورت اینجا نوشته آوردم و روی عکس ها هم بچه‌ها توضیح دادم که کامل توی ذهن شما قرار بگیره این نکات. حالا شروع کنیم آموزش رو پیش ببریم تا ببینید به چه شکل. ضابطه شماره 3 اومدم گفتم که از اشکال هندسی که منحنی هست، خطوط زیاد و اضافی داره، اینها استفاده نکنید و همچنین المان دیگری جز تلویزیون نباید جلب توجه کنه و چشمان رو خیره کنه. ببینید توی دیوار تلویزیون اصلی ترین المانی که باید قرار بگیره خود تلویزیون هست و چیز دیگه‌ای نباید جلب توجه کنه. اشتباهی که صورت میگیره، مثلا یک تلویزیون کوچیک میان اینجا قرار میدن، 2 تا باند به این شکل بزرگتر کنارش قرار میده. این اشتباهه، این دیگه دیوار تلویزیون نمیشه. یا اینکه چی، مثلا این خطوط، این فرم هندسی به تلویزیون ربطی نداره. تلویزیون میبینید به صورت مستطیل شکل و با خطوط مستقیم و زاویه‌های 90 درجه هست و با این همخونی نداره. یا خطوط اضافی که اینجا هست و باعث شلوغ‌تر شدن این دیوار. ضابطه شماره 5 اینه که نباید اطراف تلویزیون شلوغ بشه. شلف زیاد، دکوری‌های زیاد، تابلو مخصوصا بالای تلویزیون، المان‌های تزئینی زیاد، نورهای نقطه‌ای که جلب توجه میکنه، اینها جالب نیست. میبینید اینها رو که آوردم، اشتباهات طراحی و اجرا رو هم روی عکس آوردم که ما دیگه تکرار نکنیم. میبینید این همه جای دکوری با نور نقطه‌ای دقیقاً چسبیده به تلویزیون، این زیاد جالب نیست. ضمن اینکه فرم دایره‌ای هم همخوانی نداره با فرم خود تلویزیون. بله اگر تلویزیون ما به فرض میگم دایره‌ای بود، اون موقع من اینو قبول داشتم. اینم همینجور میبینید که جاهای دکوری زیاد کنارش قرار داده شده و فرم دایره. خب نمونه های درست رو هم در کنارش آوردم. این یک نمونه غلط از سمت چپ، شلوغی بیش از حد، جاهای دکوری خیلی زیاد. و الان شما به عنوان یک بیننده خب اصل طراحی رو میتونید حس کنید. اون اصلی که بهتون گفتم که دیوار تلویزیون که میشه این دیوار فقط باید برای تلویزیون باشه، یعنی تلویزیون جلب توجه کنه. الان اینقدر شلوغ هست، گلدان، جای دکوری، تزئینات زیاد که اصلا تلویزیون به چشم نمیاد. بیشتر این اسمش یک دیوار دکوری شکل هست تا یک دیوار تلویزیون. ولی برعکس این درسته. ببینید تزئینات ما ساده هست، نور ملایم و این دیوار ما میفهمیم که متعلق به تلویزیون هست. پس با 2 تا عکس کامل غلط و اشتباه رو گفتم. ببینید دوباره شلوغ کاری بی مورد، خطوط خیلی زیاد اضافی، حالا کاغذ رنگی طرحدار، اینا همش اشتباه است. پس باید به سمت سادگی بریم. این فرمی که فرم هندسی خیلی مهمه توی طراحی داخلی اینجا قرار داده، این همخوانی نداره. باید این فرم هایی که به کار میبریم ربط داشته باشه به هم و یک تفکری پشتش باشه. این
اشتباه است. ضمن این که اطراف تلویزیون، یعنی نگاه کنید دقیقاً با چه فاصله کمی این قرار داده شده یا مبل قرار داده شده، فاصله خیلی کمه. کنار تلویزیون هم روی دیوارهای مجاور چیزی قرار داده نشه. پس میبینید که طرز آموزش ما اینه که استانداردها رو میگیم، میریم روی عکس ها، حالا درست و غلطش رو میگیم. میبینید دوباره این اشتباه، فرم های که حالا با کناف میزنن، میبینید هلالی شکل، خطوط منحنی، این اصلا قابل قبول نیست، همخوانی نداره. این هم همینجور، این دکوری ها خیلی اضافی هست اینجا و بالای سر تلویزیون چیزی نصب نمی کنیم. این خطوط، این فرم دیوار تلویزیون ما باز مشکل داره. میبینید اصلا این یک شکل هندسی خاصی نداره، خطوط نامفهومی همینجور در آورده و این اصلی ترین اشتباه این دیوار بود. اگر خیلی ساده مستطیلی در می آورد با همین متریال واقعا خیلی قشنگتر میشه. این که دیگه کلا میبینید خطوط پیچ در پیچ و داخل هم رفته، شلوغکاری بی مورد. و میگم الان تو این عکس این دیوار متعلق به تلویزیون نیست، از بس خطوط اضافی، شکل‌های هندسی و منحنی‌های زیاد داریم، چیزی متعلق به تلویزیون نیست. این اشکال باعث شده که تلویزیون به چشم نیاد. حالا این باز بهتر هست. خب چرا؟ چون خطوطش، این باکسش مستطیلی است، دقیقاً با فرم خود تلویزیون همخوانی داره. اما خب جالب، این 6 تا باکس دکوری که گذاشته یه خورده این دیوار رو از خود تلویزیون میگیره، ولی باز این نسبت به عکسایی که دیدیم بهتر هست نسبت به این که فرم کاملا اشتباهی داره. و این دیگه باکس های کنافی که اینجوری هست از مد افتاده و نباید استفاده بشه. خب میبینید اینم یک حالت خطوط کج، چون توی منزل ما خطوط کج نداریم، دیوارها، دربها، خود وسایل ما مثل مبل و تلویزیون همه خطوط صاف هستن. وقتی خطوط کج اینجوری میاد ذهن ما رو آشفته میکنه. خب همینو میتونست بیاد اینجوری صاف با همین متریال باشه و ببین چقدر زیبا میشد. حتی اینجا رو اومده انجام داده که این مورد قبول خود من نیست. نمونه درستشو میتونیم سمت راست ببینیم، این نمونه غلط که از خطوط نابجا استفاده کردیم، نمونه درست. میبینید همه خطوط ها مستقیم، مستطیلی و طراحی ساده، چیزی جز تلویزیون به چشم ما الان نمیاد. یعنی این میفهمیم که دیوار متعلق به تلویزیون ما است. میبینید این هم درسته، نمونه درست. حالا کاری نداریم به سایز تلویزیون و پنل پشتیش. خب سایز تلویزیون با این پنل پشتی همخوانی نداره، یه خورده بزرگ هست این پنل، ولی در کل این دیوار تلویزیون صحیح است. حالا ریزه‌کاریایی داره که مثلا پنل با میز باید هم اندازه باشه، اینها به کنار. این هم یک نمونه درسته، کامل متوجه میشیم که این تزییناتی هم که پشتش هست ساده هست، متعلق به تلویزیون هست. یعنی صاحب این دیوار تلویزیون هست و این تزیینات فقط برای زیباتر شدن و اینکه یک نقطه کانونی ایجاد بشه قرار داده شده. پس این دوتا نمونه درست. این هم یک نمونه درستی است که اینجا درسته جای دکوری، شلف گذاشته، طبقه گذاشته، اما خوبیش اینه که نیومده چسبیده. مثلا اینجا اگر میگذاشت یه خورده حواسا از تلویزیون پرت میشد. خب یه فاصله ای داده بهش و اون گوشه گذاشته. این درست هست و همچنین این یه خورده شلوغ کاری، یعنی اشتباه این کار چی است؟ شلوغ کاری دو طرف. یعنی لازم نیست کنار تلویزیون اینها طبقات و حالا یا کتابخونه اینا رو قرار بده. اینا اصلا جاش روی یک دیوار دیگه است. پس این اگر نبود یک دیوار فوق‌العاده، حالا با استفاده از مارول شیت یا سنگ‌های اسلپ میشه پشت دیوار تیوی رو تزیین کرد، یا ترمووال هایی که اینجا هست، خود MDF متریال ها میشه تزیین کرد. پس این خراب کرده کار رو، میشد این حذف بشه یک دیوار فوق‌العاده زیبا داشته باشیم. این همون نکته‌ای که گفتم. ببینید صاحب اصلی این دیوار برای تلویزیونه. الان 2 تا باند خیلی بزرگتر از تلویزیون
قرار دادیم اینجا، یه تابلو هم قرار دادیم اینجا و انگار این دیوار رو از تلویزیون گرفتیم. پس باندم اگر میخوام باشه به این بزرگی نباید قرار بدیم. این اشتباه. این دیوار خیلی خوبه ولی باز نکته منفیش اینه که با فاصله کمی این دکوری ها قرار داده شده که تعدادش هم کم نیست و این کتابخونه ها یا نورهای نقطه‌ای باید با فاصله بیشتری از تلویزیون باشه. یا حتی اگر اینا دربدار بود خیلی بهتر میشد که جلب توجه نکنه. پس میبینید ما اشتباهات رو داریم میگیم که تکرار نکنیم و اون ضوابط رو در قالب اشتباهات داریم میگیم. نکات مثبت و منفی اینها رو هم میگیم، عکس‌ها رو میگیم، یعنی جایی که درسته میگیم، غلطه میگیم. یعنی چه حالا پکیج طراحی آشپزخانه ها، این نام مستر دیزاینر، سبک تدریس من به همین شکله توی بخش تئوری ها و کلا طراحی داخلی خیلی تئوری داره و اکثرا پیج طراحی خارجی هم که میبینم اشتباهات عجیبی میکنن چون این ضوابط رو از پایه خوب یاد نگرفتم. پس این اشتباه یه راست برید سمت نرم افزار. خب ضابطه شماره 7 من فکر کنم 30 خورده ضابطه اینجا نوشتم و با عکس توضیح دادم. این آخریشه، بعد برید سراغ فصل نشیمنم یکم ببینیم. نگاه کنید، تلویزیون یک نقطه مرکزی و یک نقطه مهمه که بقیه اساسی ما با توجه به این نقطه باید چیده بشه که حالا تو فصل بعدی گفتم. پس اگر یک نقطه مهمه باید یک دیوار مناسب براش قرار بدیم. دیوارهای کوچک اینو توی آنالیز طراحی باید توجه کنیم بهش. همه این 30-40 موردی که برای انتخاب دیوار تلویزیون داریم، دیوار کوچک مناسب نیست و یک دیوار مناسب یعنی با طول بیشتر. مثلا این دیوار کوچک هست برای قرار دادن تلویزیون. تلویزیون نباید انقدر به گوشه ها نزدیک بشه، نباید نزدیک به راه رو باشه، یعنی جایی که کسی میخواد عبور کنه که حواس ما پرت بشه. اینها نکاتی هست که توی انتخاب دیوار تلویزیون توی یک منزل که میخوایم طراحی کنیم باید همشو با هم در نظر داشته باشیم و یک آنالیز و تحلیل کنیم. ببینید این یک دیوار کوچک اصلا مناسب تلویزیون نیست. نهایتش اگر واقعا دیگه هیچ راهی نبود یعنی گزینه آخر اینو انتخاب میکنیم، وگرنه الان حالا این یه عکس دیگه شو نداریم ولی تلویزیون مثلا میومد اینجا. خب حالا ضوابط مبل و اینا هم تو فصل بعدی داریم. مبل اومد اینجا رو بروش. یعنی پس بهترین دیوار و دیوار بزرگ باید برای تلویزیون. ببینید اینجا اصلا یک دیوار خیلی کوچیک، این نزدیک به شومینه خودش نقطه کانونی میتونه باشه. این فضا برای شومینه هست دیگه، نمیتونیم بیام اینو تلویزیون رو اینجا قرار بدیم. خب این از این فصل. بریم نشیمنم بررسی کنیم چند تا اسلایدش تا حالا با این سبک آموزش ما بیشتر آشنا بشیم. این فصل 6 هست نشیمن. خب فصل 6 نشیمن 1 ساعته. چند قسمت کردم نشیمن رو توی 3 فصل توی 3 ساعت. پس ببینید چقدر ضابطه آوردم و کسی که واقعا از طراحی داخلی هیچی بلد نباشه بعد از این دوره واقعا تبدیل به یه متخصص میشه. پس نشیمن رو تو 3 ساعت من گفتم. حالا بیام ببینیم مثلا چی گفتیم. اول در رابطه با مبلمان صحبت کردیم که اصلا چه نوع مبلی استفاده بشه. مثلا این مبل هایی که دسته های چوبی داره اینو خیلی از طراحا نمیدونن. این برای جلوی تلویزیون خوب نیست. اینها بیشتر سبک پذیرایی و رسمی داره. پس باید ببینیم اون فضا چه فضایی هست. تیوی روم هست برای جلوی تلویزیون میخوام یا فضای پذیرایی هست برای مهمان ها. توی انتخاب نوع مبلمانمون خیلی تاثیر داره و اینکه تعداد مبل، سبک مبل همش باید با توجه به ظرفیت و متراژ فضای ما باشه. نمیتونیم یک مبل 7 نفره رو بگیم خب 7 نفره خوبه و اینو بگیریم و استفاده کنیم. اول خود فضای ما تصمیم گیرنده هست که به چه شکل تعداد مبل ها باشه. انواع مبل ها رو آوردیم، سبک های مختلف، مثلا مبل کلاسیک، اندازه های مبل ها رو آوردیم و جلوتر خب میبینید مبل هایی که استفاده نکنیم رو آوردیم. عرصه های خانوادگی و عرصه های مختلف، فضای تفکیک شده منزل رو آوردیم براتون و اینکه
چیدمان مبل. حالا بریم چند تا ضابطش رو ببینیم با هم و توضیح بدم. توی فضای تیوی روم یعنی جلوی تلویزیون باید مبل بزرگ روبروی تلویزیون باشه. حالا اکثر مبل 3 نفره هست. برای فضاهایی که کم عرضه مثل این، الان این یه عرض داره یه طول، عرضش کمه، مبل ال مناسب هست چیدمانش. یعنی دیگه مبل یو اگر بخوایم اینجا مثلا یه مبل بذاریم فضای رفت آمدی رو بچه‌ها میگیره. و همچنین ضوابطی گفتیم که برای چیدمان مبل ما باید یک محفل صمیمانه ایجاد کنیم و که مبل‌ها با فاصله زیاد از هم قرار نگیرن، بتونیم به راحتی گفتگو کنیم. ببینید این هم جای تلویزیونش اشتباه هست، همین که در فاصله مناسب. خب اینجا باید یک مبل بزرگ، نه تکی، مبل تکی نه، روبروی تلویزیون قرار بگیره که قرار نگرفته و میتونست حالا اینور نداریم عکسشو، یا اینور بگذاره یا اینور بگذاره و مبل 3 نفره بیاد جلوش قرار بگیره. خب اینم همین مشکل رو داره. ببینید روی عکس‌ها کامل ما توضیح دادیم مشکلات رو که شما تکرارش نکنید. این ببینید دیوار تلویزیون، خب این با این مشکلی نداریم، انتخاب شده، ولی یک کاناپه 3 نفره بچه‌ها در فاصله مناسب. حالا فاصله مناسب چی هست؟ ما جدولی آوردیم، این فاصله مثلا 3.5 متر رنجشه، ولی به سایز تلویزیون هم بستگی داره. هرچی بزرگتر باشه میتونیم فاصله رو زیادتر کنیم. یه دونه اینجا قرار بدیم و این فضا رو بکنیمش یک نشیمن دیگه که حالا به عنوان پذیرایی استفاده بشه. بعد پس یعنی تفکیک فضا صورت نگرفته، اینجا باید فضای نشیمن ما باشه که تلویزیون توش قرار گرفته، اینجا باید فضای پذیرایی ما باشه. اینم همچنین ما گفتیم که حالا تو فصل تلویزیون گفتیم جلوی پنجره نباید قرار داده بشه تلویزیون. پس اول اینکه جای تلویزیون اشتباه، دوم اینکه الان این چیدمان یعنی مبلی جلوی تلویزیون قرار داده نشده. چرا؟ چون که تلویزیون رو جایی گذاشتن که اصلا نمیشه مبل قرار بدی اینجا. پس تلویزیون میتونه بیاد مثلا اینجا قرار بگیره روبروی این، و بقیه مبل‌ها با توجه به چیدمان فضا یا ال میتونیم بچینیم یا یو، یا حتی برای فضای تلویزیون میتونیم با همون یک کاناپه 3 نفره هم ببندیمش. خب به این شکل میبینید این اشتباهات رو همه توضیح دادم که این تلویزیون اصلا نباید اینجا باشه، تفکیک نشده فضا، یه ور اومده کلاسیک چیده مبلشو، یه ور سبک دیگه چیده. تلویزیون باید مثلا بیاد روی یکی از این دیوارها، حالا بقیه فضای منزلم تاثیر داره که بیاد روی این یا روی این. البته عوارضی ها هم تاثیر داره. اینجا ستونه، پس مثلا تلویزیون رو میذاریم روی این با فاصله 3.5 متر میتونیم یه مبل 3 نفره بچینیم، یه دونه فرش بگذاریم، حالا اطرافش هم میتونیم اونجا جایی که الان تلویزیونه یه مبل دیگه بذاریم و یک نشیمن تلویزیون بیا قرار بده. حالا چند تا ضابط دیگه هم میخونم که نوشتم. چیدمان مبل نباید به گونه‌ای باشه که فضای عبوری مسدود بشه. مثل اینجا خیلی باریک شده، این فضای عبوری رو گرفته، و اینکه هر کی میخواد از اینجا عبور کنه اونجا آشپزخانه است، دقیقاً از جلوی تلویزیون رد میشه و این یک نکته منفیه. مبل ها هم پوشانی نباید داشته باشن. الان میبینید دسته این دوتا مبل روی هم قرار گرفتن، یعنی دوتا مبلی که توی دوتا ضلع مجاور هستن باید یک فاصله از هم داشته باشن. و حالا ضوابط دیگه ای که ما گفتیم و میبینید حالا دوتا مبل روبروی هم، یعنی حالا مثلا تو این عکس این میشه و این میشه، خب روبروی هم ما گفتیم چقدر؟ بین 2.5 تا 3.5 باشه. اگر کمتر باشه همون فضاهای عبوری رو مسدود میکنه، اگر بیشتر باشه اون اصلمون که فضای راحت برای گفتگو باشه نقض کردیم. اگر فاصله زیاد باشه اون گفتگوی صمیمانه دور همی خانوادگی، محفل دوستانه، اینها رو از دست میدیم. پس میبینید به چه شکل است. این ضابطاش روی عکس گفتم. میبینید این فضا خیلی پر شده، این فضا انباشتگی ما بهش میگیم صورت گرفته. این اشتباهاتی که تو منازل ایرانی هست. میبینید جلوی تلویزیون مبل نیست، اصلا مبل با توجه به تلویزیون باید چیده بشه، ولی اینجا توجهی نشده. اینا رو تو آموزش تمام گفتیم و روش اصلاحش هم گفتیم و حالا هر نکته‌ای که لازم بوده گفتیم. پس منازل ایرانی رو خیلی بررسی کردیم.
اینجا که چه هم توی مشاوره های چیدمان بتونید انجام بدید. میبینید این الان خب درسته یک نشیمن خوب هست و فرش حالا نداره، کاری نداریم. انواع چیدمان مبل ها رو، پلن هاشو گفتیم و همچنین میبینید این یک نشیمن خیلی خوب مبل با فاصله مناسب از تلویزیون مبل بزرگ قرار داده شده. این یه نشیمن اشتباه که اینجا باید مبل رو میبست، اینجا باید برای تلویزیون مبل قرار داده بشه. میبینید تمام اینا این سایز تلویزیون خب و فاصله مناسبش که یک رنج حداقل و حداکثری داره دیگه. میبینید هر چی که سایز تلویزیون بزرگتر باشه یکم فاصله رو باید بیشتر کنیم که حالا چشمم اذیت نشه. میبینید که این یک نشیمن خیلی خوب درست کرده و حالا انواع چیدمان مبل ها توی پذیرایی و قسمت دیگر هم توضیح دادم. این از نمونه آموزش پکیج مستر دیزاینر توی بخش تئوری ما که ضابطه ها رو گفتیم و حالا بخش های دیگه هم داره دیگه. حالا نرم افزاری و پروژه های 0 تا 100 هم توی نرم افزار انجام داد.